شکایت پرتکرار خانم ها از آقایون، به خاطر اینکه وقتی از سر کار میان خانم ها انتظار دارن که بیان با هم صحبت کنن و مشکلاتی که در طی روز داشتن رو با هم شیر کنن، در صورتی که آقایون بیشتر تمایل دارن که توی یک فضای سکوتی قرار بگیرن و اون تنش‌های روزانه‌شون رو حالا با توی گوشی رفتن یا یه بازی کامپیوتری کردن و توی فضای سکوتی اون تنش‌ها رو تخلیه بکنن. این تفاوت‌های فردی باعث مشاجرات زیادی در زوجین شده، در حالی که اگر خانم‌ها صبور باشن تا آقایون وقتی از سر کار میان بتونن اون فضای سکوت و آروم خودشون رو داشته باشن و اون تنش‌هاشون رو تخلیه بکنن و بعد وارد گفتگو و مذاکره بشن، این مشکلی که به نظرتون خیلی بزرگ میاد حل میشه.